سلام، وقت شما بخیر. تنور تحولات لبنان داغ داغه. از مصاحبه دیروز رئیس جمهور این کشور با شبکه العربیه و حاشیه‌هاش گرفته تا سفر امروز تام باراک و مورگان اورتگوس فرستاده های رئیس جمهور آمریکا به لبنان. اجازه بدید از آخر شروع کنیم. تام باراک نماینده ترامپ در لبنان و سوریه به همراه معاونش مورگان اورتگوس امروز با رؤسای لبنان دیدار داشتند. خیلی جالبه که بعد از اقدام دولت لبنان در تصویب طرح خلع سلاح مقاومت، مقامات لبنانی انتظار داشتند که آقای باراک با جواب صهیونیست‌ها درباره آغاز عقب نشینی از جنوب لبنان اومده باشه. ولی متوجه شدن که خیر، ایشون فقط دلش برای لبنانی‌ها تنگ شده و می‌خواسته چند تا عکس بگیره. باراک هم بعد از دیدار با جوزف اون در نشست خبری شروع کرد به حلوا کردن، بلکه دهن مسئولین لبنانی رو شیرین کنه. بله، اگر سلاح مقاومت رو گرفته بشه، وضعیت اقتصادی در لبنان عالی میشه. همه میان سرمایه گذاری میکنن. خلاصه همه چیز گل و بلبل میشه. بعد به شیعیان لبنان هم گفت که اونا نباید نگران باشن. خلع سلاح حزب الله به نفع اونا هم هست. علاء بلود نوشته برای بار هزارم مقاومت فقط برای شیعیان نیست و فقط از شیعیان حمایت نمیکنه. صحبت‌های نماینده آمریکا که گفته خلع سلاح به نفع شیعیانه نقشه جدید اونهاست تا برای لبنانی‌ها جا بندازن که سلاح مقاومت فقط برای حمایت از شیعیانه و نه بقیه لبنانی‌ها. تام باراک در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که گفته بود به نظر میرسه رژیم صهیونیستی با ادامه حملات به لبنان به پیشنهاد آمریکا برای توقف حملات بی‌اعتنایی کرده، پاسخ داد ما اصلا به اسرائیل هیچ پیشنهادی ندادیم. يبدو أن إسرائيل لم تقبل الاقتراح الأمريكي كونها تستمر باعتداءاتها على لبنان. ما تعليقكم على ذلك؟ لم يكن هنالك اقتراح أمريكي لإسرائيل وهم لم يرفضوا أي شيء. ما نقوم به هو البحث أولا مع الحكومة اللبنانية ما موقف الحكومة اللبنانية، ونحن في مسار أن نبحث ذلك مع إسرائيل ما موقف إسرائيل. إذن ليس هنالك أي انتهاء غير الانتهاكات التي استمرت منذ اتفاقية تشرين الثاني 2024 حول وقف الأعمال العدائية، حيث يلوم كل فريق الفريق الآخر. ما نحاول أن نقوم به هو حل أو تطبيق اتفاقية تم انتهاكها، وهدفنا ليس اتفاقية جديدة. مایال خوری نوشته طبق برخی اطلاعات تام باراک از مسئولین لبنانی خواسته که گام‌های عملیاتی درباره پرونده خلع سلاح حزب الله را آغاز کنند و تنها به تصویب این قانون در دولت اکتفا نشه. همچنین درباره احتمال بازسازی و آغاز به کار کارگاه‌های تولید پهپاد در بقاع و ضاحیه بیروت هم به مسئولین هشدار داده. حالا با توجه به این اطلاعات ما از ایران می‌خوایم که به استقلال لبنان احترام بذاره و در امور داخلی ما دخالت نکنه، به دلیل اینکه ما یک دولت مستقل هستیم. صلاح الصافی هم با انتشار ویدیویی قصه خلع سلاح مقاومت لبنان رو با چاشنی فلسطینی مخلوط کرده و نوشته کرانه باختری نمونه ای از شهریه که خلع سلاح شده و الان به دنبال توافق صلح با اسرائیله. حالا برسیم به مصاحبه رئیس جمهور لبنان با شبکه العربیه. آقای جوزف اون در این مصاحبه گفته که در برابر لبنان دو راه وجود داره و اگر پیشنهاد آمریکایی رو رد کنیم، اسرائیل با حمایت جامعه بین الملل به لبنان حمله خواهد کرد. عندي خيار من اثنين، يا اما بوافق على الورقه وبقول له للعالم انا عملت واجباتي، تفضلوا اعملوا واجباتكم وجيبوا موافقه اسرائيل ويتم بالتالي الانسحاب وتحرير الأسرى وتثبيت الحدود ووقف العمليات وأكيد إنعاش الاقتصاد، أو ما بوافق على الورقة. ساعتها إسرائيل رح تاخذ مجدها باعتداءاتها، يمكن بدعم من المجتمع الدولي، ولبنان ما رح يصير معزول اقتصاديا وما حدا منا رح يقدر يرد. جواب صحبت‌های جوزف اون زیاد طول نکشید و تام باراک به خبرنگاران گفته بود اگر میتونستم اطمینان بدم که جنگی در کار نخواهد بود به جای خشکی روی آب راه میرفتم.
Can you reassure the Lebanese that there's no war? If I could assure the Lebanese that I'd be walking on water instead of on this. البته به نظر بعضی‌ها نکته مصاحبه رئیس جمهور لبنان با شبکه العربیه حرفای ایشون نبوده، بلکه مجری این گفتگو بوده که خیلی هم سر و صدا کرده. لیال اختیار که روبروی رئیس جمهور لبنان نشسته چند وقت پیش به اتهام مصاحبه با سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی و همکاری با دشمن، اونم در زمانی که رژیم در حال بمبارون لبنان بوده، از سوی دادگاه نظامی لبنان تحت تعقیب قرار گرفته. مروان نوشته آیا جوزف اون نمیدونسته که مجری مصاحبه به رژیم صهیونیستی اعتراف کرده و در زمانی که به لبنان حمله میکرد مواضعی در حمایت از اون داشته؟ تا این لحظه که با شما صحبت میکنم باراک و اورتاگوس در لبنانن و پخت و پزها در جریانه، اما پخت و پزها در غزه از دیروز با تایید نقشه حمله همه جانبه به غزه کلید زده شده و باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی اونجا میفته. خدا حافظ.